مقامات روسیه گفتند بعد ارزیابی وضع اپیدمیولوژی و در صورت ثابت شدن نبود کووید 19 در تاجیکستان مسئله از سر گرفتن پروازهای منتظم به روسیه را بررسی میکنند. شیرین امانزاده وزیر مهنت روز 11 فوریه در نشست خبری در دوشنبه گفت در جلسه هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و روسیه در روزهای 8 و 9 فوریه که او نیز در آن شرکت داشته است جانب روسیه اصرار کرد با فرستادن یک کمیسیه با صلاحیت و از نظر گذراندن وضعیت مسئله ورود شهروندان تاجیکستان بازنگری می شود. روسیه و تاجیکستان از ماه مارس سال 2020 برای راه ندادن به سیرایت کرونا ویروسی نو پروازهای منظم هواپیماها بین همدیگر را قطع کردند. قطع رفت و آمد دائمی سبب شد که ده ها هزار شهروند تاجیکستان که به روسیه برای کار می رفتند از این امکان محروم شدند. شیرین امانزاده همچنین گفت که در 2 ماه اخیر در تاجیکستان یگان مورد گرفتاری به بیماری کووید 19 ثبت نشده است. وزیر مهنت گفت از شرکت‌های روسیه درخواست‌های زیاد برای جلب مهاجران تاجیک گرفتند ولی به سبب بسته بودن مرزها و منتظم نبودن پروازها و اجازه ورود نداشتن شهروندان اکثر دولت‌ها اجرای این کار غیر امکان است. پیشتر از این حکومت روسیه شام 9 فوریه گفت متخصصان خدمات فدرالی نظارت حقوق مشتریان با هدف ارزیابی وضع اپیدمیولوژی به تاجیکستان سفر میکنند و گزارش آنها در ستاد پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس نو در روسیه بررسی می شود. حکومت تاجیکستان چند هفته می شود که میگوید در کشور یگان مورد سیرایت کرونا ویروس نو نیست. وزارت تندرستی روز 10 فوریه گفت که 24 ساعت گذشته هم به سیرایت کووید 19 گذشته است. در عموم در تاجیکستان به گفته وزارت تا کنون 13308 نفر به کووید 19 گرفتار شده و 90 نفر آنها وفات دیدند، اما شبهه درباره این آمار زیاد است و متخصصان میگویند مقیاس تلفات و بیماری بزرگتر از آن است که مقامات میگویند. عین زمان گزارش ها درباره وفات آدمان از التهاب شش به گوش